سلام بینندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی امروز است. در آغاز با سرخط خبرها آشنا گردید. رئیس مجلس نمایندگان: همه روزی ضد بی‌طرف نیستند. آیا درگیری‌های افغانستان تهدید و خطر به تاجیکستان هستند؟ دانش آموزان پاکستانی مهمان رئیس جمهوری تاجیکستان می‌شوند. 4 تاجیک در روسیه محکوم به زندان شد. جشنواره تانگوی ارژانتینی در تاجیکستان. شکرجان ظهورов، رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان، در جلسه امروزه شورا از فعال نبودن نمایندگان تازه انتخاب در بحث و بررسی قانونگذاری انتقاد کرد. ظهورov از این نمایندگان 6 موضوع را به هیچ بحث و بررسی توصیف کردند. گله کرده که از آنها دعوت نمود در بررسی طرح و قانونها فعال باشند. پیشنهاد، درخواست و سوال را رعایت کنید. همین خیلی آمده نشستن در کار نیست و از انتخابات هم 1.5 ماه گذشت. به مسئله ها وارد شوید. فکر و اندیشه هایتان را که از ملاقات با انتخاب کنندگان برمی آیند بیان کنید. در این جلسه همچنین آزاده رحمان، معاون اول وزیر کارهای خارجه تاجیکستان، کنونسیون جلوگیری از قتل عام یعنی گینوسید و جزا برای آن را به مجلس نمایندگان ارائه کرد. لازم به یادآوری است که اتحاد اروپا قاعده‌ها آید به تطبیق نظام عمومی امتیازها را به قرار مشترک شورای اروپا و کمیسیون اروپا از 25 اکتبر سال 2012 قبول کرده است. در اساس مقررات قاعده‌های ذکر شده، اتحاد اروپا به کشورهای رو به انکشاف امکانیت می‌دهد که ضمن وارد نمودن مال و محصولات به بازار اتحاد اروپا از آنها باج‌های وارداتی ستانیده نشوند. موافق ماده 9 قاعده های ذکر شده، یکی از شرط های مهم تطبیق امتیازهای تجارتی نسبت کشورهای رو به انکشاف این همراه شدن کشورهای رو به ترقی با 27 کنونسیون ها و پروتکل های بین المللی می باشد که کنونسیون مذکور از جمله آنهاست. باید اشاره کرد که همراه شوی تاجیکستان با کنونسیون مذکور این چنین خصوصیت مثبت سیاسی داشته نفوذ و منزلت تاجیکستان را در سمت تأمین احترام و رعایت حقوق انسان در نزد شریکان اروپایی و آمریکایی تحکیم نماید. موضوع همراهشوی تاجیکستان با این کنونسیون بارها در مشورت‌های سیاسی دوجانبه با کشورهای اروپا و آمریکا، اینچنین در مکالمه‌های دوجانبه باید به حقوق انسان مورد محاکمه قرار گرفته بودند. با نظرداشت عاقبت‌های سیاسی و اقتصادی اظهار شده، محترم وکیلان مجلس نمایندگان جمهوری تاجیکستان احترامانه خواهش کرده می شود که همراهشوی تاجیکستان با کنونسیون نام برده جانبداری کرده شود. در آخر به شما محترم وکیلان مجلس نمایندگان برای دستگیری و همکاری دائمیتان مینه‌داری خود را بیان می نمایم. تشکر برای توجهتان. در جلسه های گذشته وکیلان تازه انتخاب نیز دعوت های ظهورov برای پیشنهادی درخواست و سوال ها بی پاسخ ماندند و مسئله های جلسه به مسئله گذاری قبول می گردیدند. منطقاً ارائه های شکرجان ظهورov همچون رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری اساس واقعی دارد، ولی همزمان پاسخشان را نیز خودشان می دانند. زیرا که این پارلمانتی که داریم نتیجه انتخابات آزاد و دموکراتی حقانی و شفاف نیست و بیشتر منفعت های یک چیز را افاده میکنند و اگر نماینده چند حزب دیگری سنی اداره شونده وارد پارلمان شد او قبلا موافق شده بودند. از این خاطر نتیجه این گونه انتخابات ها نیستی مورد بررسی و تبادل افکار گردیدن مسئله های مختلف در پارلمان نمی شود و همزمان باعث تأسف است که این پارلمان در نظام حاکمیت تا انجام وکالتش تأثیر مؤثر پیدا نمی کند و در تشکل پارلمانتریزم کشور نیز مساعدت نمی کند. با در نظر داشت نبودن اراده سیاسی و یک چیز بودن پارلمان کشور، قانون‌ها بیشتر منفعت‌های حکومت تاجیکستان افاده می‌کنند و با نام
گروه‌های دپوتاتی و فراکسیون دپوتاتی که تأسیس دادنشون اداره شونده می باشند بدون بحث هر چی که با استفاده از تشبث قانونگذاری از جانب حکومت پیشنهاد می شود به رسمیت می درآورند و همینطور در روند دموکراسی در تاجیکستان مشکلی ها ایجاد شد و هیچ وقت این پارلمان امکانیت و شرایط مساعد را برای تشکیل افکار نو جمعیتی نهادهای جامعه شهروندی و تحکیم نهادهای دموکراسی به وجود نمی آورد. قاسم شاه اسکندرов کارشناسی مسائل افغانستان احتمال می‌دهد که درگیری‌های ولایت قندوز در شمال افغانستان می‌تواند به ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان بگذرند. این کارشناس تاجیک درباره وضع در ولایت قندوز که صحنه درگیری‌های شدید میان ارتش افغانستان و طالبان میباشد در صحبت به خبرگزاری آزیا پلوس گفت ناامن شدن وضع جمع شدن نیروهای طالبان در ولایت قندوز هنوز سال گذشته آغاز یافته بود. حکومت افغانستان و نیروهای ائتلاف بین المللی یعنی ناتو و هم کشورهای همسایه از این وضع آگاه بودند ولی برای پیشگیری آن تدبیر اندیشیده نشد. و افزود که امروز نیروهای حکومت در قندوز برای جنگ با طالبان عملیات گسترده را راه اندازی کرده ولی به نظر من در این عملیات آنها میتواند برای یک مدت موفق شود اما در دراز مدت نمیتواند وضع را با اعتدال آورند. قاسم شاه اسکندرов همچنین تاکید کرد که درگیری‌ها در ولایت قندوز که با ولایت ختلان هم مرز است مستقیما با مرزهای جنوبی تاجیکستان تهدید میکنند و حکومت تاجیکستان متحدینش باید آماده هر گونه تحول در مرزهای جنوبی باشند. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان گروهی از دانش آموزان پاکستانی را در پی عملیات تروریستی در آموزشگاه نظامی پشاور آسیب دیده بودند برای درمان به تاجیکستان دعوت کرده است. چنانکه رسانه‌های پاکستانی با استناد به سفارت تاجیکستان در پاکستان خبر می‌دهند تاجیکستان برای دانش آموزان آسیب دیده برنامه ویژه درمانی را آماده کرده است. این برنامه که قرار است امسال تابستان برگزار شود افزون در درمان برنامه‌های فرهنگی و گردشگری در مکان‌های تاریخی تاجیکستان را نیز در بر می‌گیرد. یادآوری می‌کنیم که در عملیاتی که هراس افغانان 16 دکبر سال 2014 در آموزشگاه نظامی شهری پشاور انجام دادند 145 دانش آموز جان باختند که بیشترشان کودکانی از 10 تا 18 ساله بودند. همچنین 114 دانش آموز زخمی و در بیمارستان‌ها بستری شدند. نظامیان پاکستان 9 هراس افغان را نابود کردند. اکنون اخبار منطقه و تاجیکستان را در بخش خبری کوتاه پیشکش شما می‌گردانیم. کمیته حالت‌های استردادی روسیه روز چهارشنبه 128 نفر از شهروندان تاجیکستان، روسیه، قزاقستان، ازبکستان، لاتوia، اوکراین و اسرائیل را از نپال بیرون آوردند. این هواپیماها از روسیه به نپال کمک‌های بشری و همچنین حدود 100 طبیب و متخصصی روس را انتقال دادند. برای تنظیم درآوردن مناسبت‌های بین خریدار و فروشنده هنگام سودا در بازار و نقطه‌های فروش مال، تامین امنیتی مال، رسیدگی سریوقتی و عرض و شکایت خریدار، حکومت شهر دوشنبه یک شورای هماهنگساز تأسیس داده است. ششمین دوره گفتشنیدهای اقتصادی و تجارتی تاجیکستان و ترکمنستان در شهر نارک ادامه یافت. میزبانان در آغاز نیروگاه‌های برقی آبی نارک را و مهمانان نشان دادند. در جلسه کمیسیون بین دولتی اقتصادی و تجارتی تاجیکستان و ترکمنستان اجرای سازش‌های قبلی دو جانبه و دورنمای همکاری‌های دو کشور در طرح‌های بین المللی مورد بررسی قرار گرفت. بامداد امروز رئیس جمهوری قزاقستان نورسولتان نظربایف در شهر آستانه سوگند یاد کرد. برنامه را ادامه می‌دهیم. دادگاه ولایت نیژنی نوگورود روسیه 4 شهروند تاجیکستان را با اتهام عضویت در حزب تحریر بود و باش غیرقانونی در روسیه و به قصد برگزاری عملیات تروریستی از آزادی محروم کرد. چند سال پیش هنگام بازداشت یکی از آنها در منزلش نارنجک دستی، چنگافزارها، شبنم‌های دعوت به زورآوری و ادبیات ممنوع پیدا کرده بودند.
3 نفر دیگر دیرتر در جریان تحقیق قضیه بازداشت شدند و در منزل آنها نیز مواد منفجر چون ترتیل، هکساگن و نارنجکی دستی پیدا کردند. بازجویی‌های آشکار کردند که از این 4 تن عضو حزب تحریر بوده، همچنین عقیده‌های تندگرایانه را در میان مهاجران تاجیک تبلیغ می‌کردند. برخی از آنها با خانواده‌هایشان در ولایت نیژگورود زندگی می‌کردند. سرور گروه را دادگاه به 10 سال زندان شدید نظام، 2 برادر را 9 ساله و 4می را به 8 سال زندان محکوم کردند. نخستین بار در شهر دوشنبه جشنواره تانگوی آرژانتینی برگزار می شود. جشنواره مذکور از 17 تا 19 می سال روان دایر شده. برای شرکت در آن رقاص و مؤسس مکتب رقصی آرژانتینی المدیا تانگوی شهر بریسین استریا هیوگو فرناندز دعوت کرده شده است. رقاص آرژانتینی فرناندز همراه با تعلیم گیرندگان استودیوی رقصی ارخیدیا و ایره نو شهر دوشنبه برآمدهای مشترک برگزار می کنند. غیر از این برای تمام خواهشمندان این نمود رقص امکانیت داده می شود تا مهارت خود را بسنجند. سالهای آخر توجه جوانان کشور به رقصهای غربی زیاد شده است. رقصندگان آرژانتینی در جشن روزی جوانان در دوشنبه هنرنمایی خواهند کرد. مهمانان آرژانتینی در برنامه‌های جشنی که از 17 تا 19 می برگزار می شوند رقص‌های جدیدی رقص تانگو را نمایش خواهند داد. رقصنده های آرژانتینی جوانان تاجیک را با هنر و فرهنگ موسیقی و رقصی مردم آرژانتین آشنا خواهند کرد. در همین جا برنامه ما به پایان رسید. خدایار و مددگارتان باد.